با سلام. در این بخش مدیریت خدمات کلینیک رو آموزش می‌بینیم. با انتخاب گزینه خدمات کلینیک وارد این صفحه میشید. در ابتدا این صفحه خالی هستش و هیچ اطلاعاتی در اون ثبت نیست و ما باید خدمات رو وارد کنیم. این دکمه رو انتخاب می‌کنیم. دسته‌بندی برای این هستش که مشخص کنیم آیا این خدمتی که داریم ثبت می‌کنیم در حوزه لیزر هستش یا پزشک یا دسته‌بندی‌های دیگه‌ای که ممکنه برای کلینیک شما وجود داشته باشه و ما باید اونها رو برای شما اضافه کنیم. من پزشک رو انتخاب می‌کنم. جنسیت. جنسیت برای این از ما پرسیده میشه که زمانی که قرار نوبت‌دهی انجام بدیم برای مراجعین خانم و آقا به مشکل برنخوریم چون قیمت‌ها متفاوت هستش معمولا. من جنسیت زن رو انتخاب میکنم. نام خدمت رو بوتاکس انتخاب میکنم. بوتاکس کامل. قیمت رو 2,500,000 وارد میکنم و گزینه ایجاد خدمت. خدمت رو ثبت کرد و به ما نمایش میده. با انتخاب این دکمه میتونیم خدمت رو ویرایش یا حذف کنیم. و از این قسمت میتونیم در خدمت‌ها جستجو کنیم. این بود قسمت مدیریت خدمات کلینیک. با ما در بخش‌های بعدی همراه باشید. خدا نگهدار.